بسم الله الرحمن الرحیم. خیر احسان را من کردن، ما اگر پنهانی کنیم قبول می شود یا نه؟ مادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کی خیر احسان من کرده؟ کسی خیر احسان من نکرده. فقط از ما من کردن که آن معرکه هایی که ما داشتیم که میان شکن بودن و میان شکن شدن و هر روز باز یک نوع معرکه دیگر روز به روز می برآمد، حتی که تولد مادرها و پدرهایی که 10 ساله ها پیش گذشتند، 10 سال تولد مرده ها را قید میکردیم. از این دم بدتر هر چیزی که روز به روز می برآمد که میان شکن بود، خراجات هایی که فایده ما نبود و بعد خیر احسان ها به نام که نامی 3 بیگه داشت یا 7 داشت یا 20 داشت یا 40 داشت یا پنجشنبگی و جمعگی و دوشنبگی داشت که نه در قرآن نه در احادیث ها خبری از اینها نیست، پیش رای اینها را گرفتند. برادر عزیز، خیر احسان کسی من نکرده. ما در عقیده هستیم که خیر احسان ثوابش بر روح مرده های ما میرسد، ولیکن نه اینکه مخصوص روزی را من انتخاب کنم، بلکه هر زمانی که تو خیر میکنی، احسان میکنی برادر عزیز، به خاطر روح پدرت، روح مادرت، به خاطر آینده و آخرت خودت کردن بگیر. کسی این من نکرده. اگر شما پنهانی پنجشنبگی کنید، شما اگر پنهانی دوشنبگی کنید، شما پنهانی اگر 7 و 20 کنید، اینش در پیشگاه خدا قدری ندارد. پنهانی هم که کنید، آشکارا هم که کنید، زیرا خلاف قرآن است، خلاف حدیث است. تا خورنده هاش حتی که کتاب ها مذمت کرده، خورنده های این معرکه را. برادر شما پیشگیری کنید، دستگیری کنید و با فایده برادر مسلمان است، با فایده خودمان است. کسی من نکرده، اینا نگیرنی که این اقدامی که سرور دولت پیش گرفت، خدا داناست باور که چی مقدار خدا ثواب داده برای این اقدام خوبش، الله داناست. شما چیلی که فهمید؟ من موافق قرآن و حدیث میگویم. 10 بار گفته بودم کدامی که اگر راضی نیست یا حجت و دلیل دارد، مرحمت برادر پیشکش کن. من همین با طریق همین صدای بلند خوانده هر یک فتوای تو، هر یک دلیلی تو در حجت میارم که باوری دارم که